سرعت کار ماشین هم مهارت راننده واقعا خیره کننده است. مدام براش کود داره از محل گاوداری میاد. تانکر اینجا کود رو از محل گاوداری آورده، کود مایع رو توسط این ماشین مکیده داره میشه. تا بیاد اون رو به مزرعه بده. حدوداً هکتاری 30 تن یا 30 متر مکعب هر سال به زمین میدن. لطفاً دقت بکنید هیچ اثری از کود مایع نیست، همه رفت زیر خاک. این باعث میشه که نیتروژن به صورت آمونیاک متصاعد نشه، از دست نره، هوا رو هم آلوده نکنه و خب زیر خاک باشه، محلی که بعد از جوانه زدن و ریشه زدن تازه برسه به ماده غذایی که نیاز داره. هم سرعت کار ماشین هم مهارت راننده واقعا خیره کننده است. مدام براش کود داره از محل گاوداری میاد. تانکر اینجا کود رو از محل گاوداری آورده، کود مایع رو توسط این ماشین مکیده داره میشه. تا بیاد اون رو به مزرعه بده. حدوداً هکتاری 30 تن یا 30 متر مکعب هر سال به زمین میدن.
حتما دقت بکنید هیچ اثری از کود مایع نیست، همه رفت زیر خاک. این باعث میشه که نیتروژن به صورت آمونیاک متصاعد نشه، از دست نره، هوا رو هم آلوده نکنه و خب زیر خاک باشه، محلی که بعد از جوانه زدن و ریشه زدن تازه برسه به ماده غذایی که نیاز داره.